اینجا یه چی پیدا کردم نگاه کنید. گانای میتیک و لژند هم فقط قیمتشو جمع کنم اندازه کل سهام فری فایر میشه. 100% ندارم. گفتین که بهترین اکانت ایران و مزیار بانک داره که قیمتش هلوش 450 میلیون و 500. آها 450 میلیون و 500 میلیون. خب یه دقیقه. مزیار بانک داداش گلم اون اکانت 1 میلیارد خورده خریده، بعد تو داری میگی 650 میلیون. حالا فرقشو ببین چقدر زیاده. بعد این فری فایر فن اومده میگه سر اومد. حالا من کاری اصلا به گرافیکش هم ندارم که اصلا به پای کالافم نمیرسه. اکانت فری فایر مگه 1000 تومن نبود؟ من اینو دارم میگم. به خدا یه اکانت رفیقم داره خودش میگو بعد همونو تو دیوار پیدا کردم 1000 تومن. بعد تو چی حساب گفتی 650 میلیون؟ وای یعنی بچه سال عالی داداش، حداقل بذار یه 14-15 سالت بشه بفهمی فری فایر هیچی نداره. زن دو رقمی نشده. بعد یه اکانت خودش نیست، تازه رفته اکانت یکی دیگه داره نشون میده. من تو چیزی هم نمیدونم، ولی خب اکانت به 1000 تومن هم نمیارزه. 500 تا تک تومنی میخرن ناموسن. اکانت براتون نشون میدم میرم قیمتی نداره، فقط وای چه یعنی تو این اکانت داری؟ نه این که میگو مزیار بانک اینجور اکانتی داره، شما اکانت داری؟ خب سری که حرفا من اینجا یه چی نشونت میدم تا دفعه دیگه آدم بشی. خب این عزیزم کالاف، تو این اسکینه رو میتونی یافت کنی توی فری فایر یا نه؟ بعد حالا ببین این گانا رو میتونی پیدا کنی. اصلا این گانا تو فری اصلا وجود نداره داداش من. حالا بریم یکی دیگه هم پایینش بود. خدا سرما خوردیم سفرمون گرفته. واو قیمت اکانت بعد این اکانت اینو نگاه خونهش آباد. حداقل یه اکانت نزدیک همون 650 که اون یارو میده حداقل، یعنی بیشتر هم تازه است. حالا پسر گل دیگه برای کالا بازه دار نکنه، همینو من میگم دیگه. این چرت و پرتا زیاد نگو باشه. قیمتشو جمع کنم اندازه کل سهام فری فایر میشه.